زن بسیار میگرید. شاه این را میبیند و میپرسد: ای زن، شوهری تو به خانه دخترها را میآورد، مای می نوشید، به مسجد نمی رفت، پس بشنویم تو را. زن اشک چشمانش را پاک میکند و میگوید: بله، شوهرم دخترها را به خانه میآورد، نه اینکه برای زنا. 1 ساعت پول آنها را میداد و از اسلام درس میآموزاند به آنها. از مغازه مای را میخرید و به جای افلاس میریخت تا که همدیگان آن از این مای استفاده نبرند. او به مسجد میرفت، نه به مسجد خودمان، بلکه به مسجد همسایه میرفت. از این کار شوهرم من در تعجب بودم و به آنها میگفتم: با مرور زمان همه ما وفات میکنیم. وقتی که شما وفات میکنید، به سر قبر شما کی می آید؟ شما را کی میگروند؟ شوهرم میگفت: وقتی که من وفات میکنم، مرا شاه میگروند. این را شاه میشنود و از چشمانش اشک جاری میشود و به زن میگوید: ای زن، تو مرا میشناسی؟ زن میگوید: نه. شاه میگوید: این من شاه این مملکت هستم و امروز سخنان شوهرت جامعه عمل پوشید.